الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هاي صفة منافقين در قرآن كريم 17 من صفات. این صفت ایمان دروغینی آنها است. منافقان ظاهرا میگویند ما ایمان آوردیم به خداوند و به روز قیامت، لیکن در باطن این طور نیستند. صفت آنها را الله ذکر کرده در قرآن میگوید ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. الله در سوره بقره میگوید و بعضی از مردم که بین مؤمنان و کافران حیران و سرسان میگردند، میگویند با زبانشان به الله و روز قیامت ایمان آوردیم، حال آنکه صدقاً ایمان نآورده اند. این گروه منافقان با جهالت خود الله و مؤمنان را به اظهار کردن ایمانشان و پنهان کردن کفرشان می فریبند و نمی دانند که عاقبت فریبشان بر خودشان برمیگردد و حال آنکه این را حس نمی کنند. سوره بقره. برادران و خواهران، ببینید حال منافقان را که گویا آنها ایمان دارند به الله و به روز قیامت، لیکن ایمان آنها دروغین است. هر یکی ما آنچه که با زبان تلفظ میکنیم باید با دلمان نیز اقرار کنیم. این است حقیقت ایمان. اما فریب دهیم، فرمان برداری نکنیم الله و رسول را و فریب دهیم الله و رسول را و فریب دهیم مؤمنان را، پس ما از جمله منافقان میشویم. پس ما از این صفتی که الله منافقان را ذکر کرد از جمله آنها میشویم. برای همین استهزا نکنید، دین را مسخره نکنید و الله و رسول را مسخره نکنید. الله و رسول را دوست دارید تا که شما مؤمن حقیقی شوید. نگذارید که آنچه که زبانتان میگوید دلتان عکس آن باشد، بلکه زبان و دلتان با هم یکتا باشد. و هر یکی ما وقتی که ایمان به الله داشتیم باید الله را دوست داریم و آنچه که گفته است اجرا کنیم و آنچه که گفته است نکنیم. خودمان را فریب ندهیم. اگر خودمان را فریب دهیم مانند منافقان میشویم که الله اینجا ذکر کرد که آنها آخر امر به خودشان را فریب میدهند، یعنی فریبشان بر خودشان برمیگردد، حال آنکه آنها خودشان را حس نمی کنند. این آیت ها به ما دلیل است. برای همین خودمان را فریب ندهیم. ایمان که آوردیم ایمان حقیقی بیاریم، ایمان رویکی نبیاریم. من مسلمانم گوید تمام نه، بلکه دلتان را نیز مسلمان گردانید. از الله میپرسم که هر ما را مسلمانی حقیقی گرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.